قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. سفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امروز ما و شما در روز 17 ذی‌الحجه قرار داریم. فردا 18 ذی‌الحجه است. از طریق رسانه ها که نمیخوایم نام او شبکه ها و رسانه ها رو بگیریم، آمدن و میآیند ارتباط به امامت و یا ولایت حضرت علی کرم الله وجهه بحث دارن، مباحث دارن و روز امامت و روز ولایت را تبریکی میدن. حالا اگر می آمدن می گفتن که روز امامت یا ولایت برای اهل تشیع مثلا مبارک باد، باز هم بحثی نبود. اما این که گفته میشه روز امامت و روز ولایت یا عید غدیر خم برای مسلمانان جهان که میگن مبارک باد، مجبوریم که ما هم مسلمانان جهان را واقف کنیم که این آیاتی که ارتباط میدن به امامت حضرت علی کرم الله وجهه باید مسلمانان جهان واقف بشن. تکبیر! الله اکبر! بارها و بارها گفتیم که هر کس باید وقتی صحبت میکنه حرفی میگه از دیدگاه مذهب خود صحبت کنه. وقتی چنین حرف آفرین بر تو جوانی که این 3 آیه‌ای که من تلاوت کردم، آفرین بر تو عزیزی که متوجه شدی. سوال کردم که آیا آیه یا رسول بلغ ما انزله، آیه انما ولیکم الله و رسوله، آیه الیوم اکملت لکم دینکم. بعد تحلیل کردم که یکی از آخوندها و روحانیون آمد به صفحه تلویزیون گفت این آیات ارتباط به امامت حضرت علی هست. آیا این آیات ارتباط به امامت حضرت علی هست یا نیست؟ فردا 18 ذی‌الحجه روز غدیر خم، روزی است که به نظر عقیده اهل تشیع روزی هست که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت علی را به عنوان جانشین خود در منطقه غدیر خم انتخاب کردن. آیا با این آیات ربط و ارتباطی دارد یا ندارد؟ همیشه گفتیم، بارها و بارها میگیم، صحبت اختلافی نیست. اگر برادران اهل تشیع ما هم میشنوند باید بدانند وقتی یک روحانی میآید به صفحه تلویزیون موضوعی مطرح میکنه که خلاف عقیده 90% این کشور، خلاف عقیده اکثریت مسلمانان این کشور، پس بناهن باید ما متوجه باشیم. باید ما دین خود، اسلام خود و قرآن خود باید اینها رو بدانیم و بفهمیم. این آیات را به طور
خلاصه و فشرده ترجمه میکنیم، شأن نزولشان را بیان میکنیم و نگاه میکنیم که آیا این آیات ارتباط به امامت دارد یا ندارد. آیه اول، هر سه آیه در سوره مائده هست. الیوم اکملت، انما ولیکم الله و یا ایها الرسول بلغ، هر سه آیه در سوره مائده هست. شاید این آیات بیایه به صفحه تلویزیون ها، بیاین به رسانه ها و اینها ترجمه کنن، تفسیر کنن، ولی خواهش من از علمای اهل تشیع این است که وقت موضوعی از دیدگاه قرآن مطرح میکنن باید بگوین برای برادران اهل تشیع که این دیدگاه اهل تشیع هست، نه دیدگاه اهل سنت و جماعت. به خانه تلویزیون روشن هست، خیلی از برادران و خواهران وقتی میبینن یک روحانی میایه، عمامه به سر، لحیه هم داره، ای چی میدانه؟ قرآن را هم تفسیر میکنه، از داخل قرآن هم میگه. پس خیلی مهمه که ما باید متوجه باشیم. به همه عزیزان این توصیه من هست، چه شیعه و چه سنی تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، تنها به حرف من و امثال من و یک دیگر اکتفا نشود. شاید من ندانم، شاید یک دیگر ندانه، اما خود شخص مسئولیت داره که تحقیق کنه، مطالعه کنه، بررسی کنه. خواهش من از همه عزیزان اینه که برداریم قرآن رو مطالعه کنیم، برداریم احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو مطالعه کنیم. امروز چقدر تفاسیر معتمد و زیبای به زبانهای مختلف ترجمه شده، به زبان فارسی، به زبان پشتو، به زبان انگلیسی، به زبانهای مختلف تفاسیر موجود هست. دیدگاه اهل تشیع اینه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این در قدیر خم، قدیر خم یک منطقه هست، از مکه مکرمه بیرون میشن رو به طرف مدینه منوره، یک منطقه به نام قدیر خم، در اونجی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توقف میکنن. اول ماجرای قدیر خم از دیدگاه اهل تشیع بیان میکنم و بعد ماجرای قدیر خم از دیدگاه اهل تسنن، اهل سنت و جماعت بیان میشه. اگر امروز قبل از این جمعه عالمی و روحانی و آخوندی نمی آمد به صفحه تلویزیون، این حرف ها در ذهن جوانان و محصلین و عزیزان ما نمیداد، ما هم این مسائل را مطرح نمی کردیم. اما امروز به خیلی از جوان ها سوال خلق شده. آیه یا رسول بلغ ارتباط به امامت است؟ آیه انما ولیکم الله ارتباط به امامت هست؟ آیه الیوم اکملت لکم دینکم ارتباط به امامت هست؟ خب جوان وقت سوال در ذهنش خلق میشه، مجبور و مکلفیم که جوان خود را بیدار کنیم، محصل خود را بیدار کنیم، محقق خود را بیدار کنیم و کسی که ارتباط به دین تحقیق میکنه و جستجو میکنه باید ما او متوجه بسازیم. حالا ماجرای قدیر خم از دیدگاه اهل سنت و جماعت، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در قدیر خم استاده شدن، دست حضرت علی کرم الله وجهه را بالا کردن؟ جریان چنین بود: در ماهای آخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم قصد حج کردن، گفتن که به حج برفتن و بعداً راهی مکه مکرمه شدن. وقتی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم راهی حج میشن، حضرت علی کرم الله وجهه با لشکری به طرف یمن میفرستن. حضرت علی، رسول الله میاین طرف حج، حضرت علی میرن به طرف یمن. در یمن خالد ابن ولید رسول معظم اسلام روان کرده بودن که تو برو زکات جمع‌آوری کن، مال و زکات و شطوری که در آنجا بود همه را جمع‌آوری کن. وضعیت یمن وضعیت خوبی نبود در آن وقت. خالد ابن ولید 2 ماه در یمن سپری کرده بود. رسول معظم اسلام گفتن ای علی تو برو
همان نظم و اقتدار و اداره از خالد ابن ولید بگیر. خالد ابن ولید رو بگو اگر به حج میایه و هر کس هم دوست داره بیایه به حج، تو برو بالاخره این مأموریت رو انجام بدی. حضرت علی کرم الله وجهه روان شدن رفتن در طرف یمن. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به طرف مکه مکرمه. وقتی حضرت علی در یمن بودن واقف شدن که رسول الله به حج رفتن. حضرت علی عاشق بودن که دوست داشتن که در این سفر مبارک همرکاب با رسول معظم اسلام باشن. بعداً حضرت علی کرم الله وجهه شتران و زکات و مالی که جمع‌آوری کرده بودن و اینها رو به طرف مکه مکرمه روان شده بودن، شترها و مالها زیاد بود، نمی توانستند با سرعت بیاین. مراسم حج و موسم حج هم نزدیک شده بود، تا این که حضرت علی متوجه شدن که اگر من همراه کاروان برم شاید از موسم حج بمانم، شاید این نعمت عظیم و بزرگ همرکاب با پیامبر من محروم بشم. یک شخصی به جای خود به عنوان امیر کاروان استاده کردن که تو همراه کاروان بیا، من با سرعت میرم که به حج برسم. قبل از اینکه حضرت علی بیاین، صحابه از حضرت علی خواهش کردن، گفتن که ای علی، از این شترانی که ما گرفتیم و از این مال زکات و کالایی که هست اجازه بده، شتران ما مونده و خسته هست، این شتران را سوار بشیم، اجازه بدی از این کالاهای استفاده کنیم، اجازه بدی از این مال استفاده کنیم. حضرت علی کرم الله وجهه گفتن نه، قطعا اجازه داده نمیشه. وقتی به محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدیم، هر قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تقسیم میکردن به کسی چیزی میدادن، اختیار دارن، ولی هیچ کس حق نداره. هر قدر صحابه اصرار کردن، حضرت علی کرم الله وجهه اجازه ندادن. امیر بالاخره شخص تعیین کردن به عنوان امیر. خود حضرت علی آمدن طرف مکه مکرمه، مستقیم آمدن به موسم حج. وقتی که حضرت علی آمدن، صحابه به جان این امیری که حضرت علی تعیین کرده بودن افتادن، گفتن حال حضرت علی نیست، بگذار ما از این لباس‌های استفاده کنیم، از این کالاهای استفاده کنیم، از این شترها بالاخره سوار بشیم. این امیر و یا مأمور یا همان شخص امیری که حضرت علی کرم الله وجهه استاده کرده بودن اجازه داد که از شترها سوار بشن، کالاهای استفاده کنن. حضرت علی کرم الله وجهه آمدن به حج، مراسم حج در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم سپری کردن. حضرت علی وقتی که برگشتن آمدن به وسط راه، کاروانی ها دیدن که عجب، شتران را سوار شدن، کالاها را پوشیدن. حضرت علی خیلی عصبانی شدن، خیلی عصبانی شدن، آنقدر عصبانی شدن که تا حتی در تاریخ و بعضی روایات می آورد که لباس هایی که پوشیده بودن پس دستور دادن که اینها را بیرون کنید و شترانی که سوار شدید پس پایین شوید، بالاخره بروید به شتران خود. وقتی حضرت علی کار کردن، صحابه در بین حضرت علی و صحابه آزردگی پیدا شد. همه ما و شما به این عقیده ایم که اینها معصوم نبودن، نه حضرت علی معصوم بودن، نه صحابه معصوم بودن، مثل ما و شما بشر بودن. گاهی وقتی دعوا میکردن، گاهی وقتی حرف میزدن، گاهی وقتی از هم دیگر خوش بودن، گاهی آزرده میشدن، یعنی ملک نبودن، بشر بودن. بین حضرت علی و صحابه آزردگی پیش آمد. حضرت علی خصوصا همین امیری که تعیین کرده بودن این خیلی تهدید کردن. صحابه از حضرت علی آزرده شدن. امیر مستقیم با اسب یا شتر خود حرکت میکنه، میایه به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با جمع صحابه رسیده بودن در نزدیکی منطقه قدیر خم، یک منطقه. وقتی در اونجا رسیده بودن، این امیر آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام کرد و بعد از عرض و ادب و احترام اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم حال و احوال را پرسان کردن. این امیر از حضرت علی کرم الله وجهه شکایت کرد، گفت یا رسول الله، با علی نمیشه زندگی کرد، خیلی سخت گیره، فلان و فلان و فلان. شروع کرد به شکوه کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه ندادن، گفتن متوجه باش، از علی شکایت نکن،
که علی در صواب، در حق، موضوع خوبی انتخاب کرده بوده، کار حضرت علی کار شایسته و پسندیده بوده. تا حتی در روایات میاره میگه این شخص امیر برخاست و بالآخر آنقدر خود را ملامت کرد، گفت که آنقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم از فضیلت و جایگاه حضرت علی برای من گفتن و ما متوجه ساختن، خیلی پریشان شدم در اون لحظه و خیلی ندامت و حسرت و اینها کشید. تا دیگه کاروانی ها آمدن، بین صحابه و حضرت علی مشکل ایجاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه شدن که اگر این مشکل حل نشه خیلی اوج میگیره. فوراً همه جمع کردن در منطقه قدیر خم، خطبه خواندن، بسیار خطبه موجز و خلاصه و در لابلای حرفهای ناد دست حضرت علی رو بالا کردن، گفتن من کنت مولا فعلی مولا. هر کس مرا دوست داره علی رو باید دوست داشته باشه. صحابه همه متوجه شدن، چون صحابه عاشق قول پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. با مجرد یه حرف شنیدن کار ختم شد. این ارتباط به امامت چی ربطی به امامت داره؟ چی ربطی به خلیفه بودن داره؟ سوء تفاهمی بین حضرت علی و صحابه مشکلی ایجاد شده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در منطقه قدیر خم این معضله و این مشکل حل کردن با دو کلمه که گفتن من کنت مولا فعلی مولا. این جریان قدیر خم از دیدگاه اهل سنت و جماعت. حالا وقتی میگیم این موضوع قدیر خم به امامت چی ربط و ارتباطی داره، اینه که از نظر اهل سنت و جماعت ماجرای قدیر خم که دلالت بر امامت حضرت علی کرم الله وجهه داشته باشه به چند دلیل مورد قبول نیه. به چند دلیل مورد قبول نیه که حضرت علی کرم الله وجهه در قدیر خم به عنوان جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی شده باشن. به چند دلیل مورد قبول نیه. دلیل اول من کنت مولا فعلی مولا. هر کسی که من مولای اویم علی هم مولای اوست. اگر وقتی فرهنگ رو نگاه کنیم مولا در عربی و در قرآن عظیم الشان به چند معنا به کار رفته. مولا چند معنا داره: معنای سید، معنای خواجه، معنای آقا، معنای دوست، دارای این معناهاست. اگر ما مولا رو به عنوان خلیفه و جانشین ترجمه کنیم چگونه ترجمه میشه؟ من کنت مولا، کسی که من جانشین اویم او هم جانشین اوست. یعنی چی؟ کسی که من خلیفه اویم او هم خلیفه اوست. معنا برابر نمی آید. از لحاظ لغت عربی هیچ برابر نمی آید که ما در اینجا مولار به عنوان جانشین و به عنوان خلیفه بگیریم. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که مرا به عنوان سید، آقا، دوست، خواجه، سردار قبول داره، کسی که مرا دوست داره علی را باید دوست داشته باشه. کسی که مرا به عنوان آقا، اینها اصلا این حدیث امامت و خلافت حضرت علی رو بیان نمیکنه، این فضیلت حضرت علی رو بیان میکنه. فرق فضیلت تا امامت خیلیه، فرق فضیلت تا خلافت خیلیه. پس دلیل اول رو دانستیم. دوم اینه که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین امر مهمی که سرنوشت امت اسلامی تعیین میشد، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم به کنایه حرف میزدن؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم به صراحت نگفتن؟ سوم، آن جمع کثیری که از بین مهاجرین و انصار بعد از فوت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چرا یک نفر
در روایات شیعه و سنی این بحث هست که در غدیر خم بیش از 100,000 صحابه حضور داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم که از دنیا رفتن، ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه شد. یک صحابه نیامد که بگه ابوبکر جان چرا جریان غدیر خم فراموش کردی؟ مگر نمیدانی علی جانشین هست؟ یک صحابه نیامد، اعتراض نکرد. از حضرت ابوبکر صدیق گذشته چرا بالاخره عمر فاروق وقتی که به خلافت رسید نیامدن که عمر جان ابوبکر به زور گرفت تو چرا این کار میکنی؟ به زمان عثمان ذوالنورین چرا اعتراض نشد؟ پس وقتی یک صحابه نیه، چون همه صحابه دانسته بودن که سوء تفاهم و مشکل بین حضرت علی و صحابه ایجاد شده بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر برطرف شدن این معضله و مشکل چنین حرفی بیان کردن. چهارم، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن در حج چنین موضوع مهمی بیان کنن، خیلی موضوع مهمه دیگه، یا ایها الرسول بلغ، اگر غدیر خم امامت حضرت علی در اونجا بیان شده، اگر رسول الله میخواستن که این بیان کنن، خب بهترین مکان و احسن ترین مکان و بهترین لحظه و فرصت روز عرفات بود. روز عرفات روزی بود که همه استاده بودن تا به غدیر خم. خیلی از قبایل مختلف رفته بودن، با رسول الله وداع کرده بودن، رفته بودن. چنین موضوع مهمی رسول الله صلی الله علیه و سلم باید در روز عرفه بیان میکردن، ولی بیان نکردن. پنجم، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن حضرت علی در این سفر مبارک در غدیر خم معرفی کنن، چرا او به طرف یمن فرستادن؟ باید میگفتن که علی جان در کنار من بنشین، جای نرو که کار مهمی پیش رو هست. نه، برو به طرف یمن، 2 ماه میشه خالد ابن ولید نیامده، تو امور رو به دست بگیر. حالا خالد ابن ولید 2 ماه نیامده بود، احتمال میرفت که حضرت علی کرم الله وجهه تا 6 ماه او وقت موبایل بود، تا 2 ماه شاید خالد ابن ولید رو پیدا کردن نمیتونستن، تا 6 ماه شاید به اونجا مهماندن. سوال اینجاست که اگر امامت حضرت علی کرم الله وجهه در غدیر خم مطرح است، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم او به طرف یمن میفرستن که برو خالد ابن ولید؟ ششم، بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم دست حضرت علی رو بلند کردن، گفتن من کنت مولا فعلی مولاه، به تعبیری که میگن روز 18 ذوالحج روز امامت و یا ولایت و یا غدیر خم هست. بعد از همین لحظه‌ای که گذشت که دست حضرت علی پایین کردن تا روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا تشریف بردن، قطعاً دیگه نه قولی و نه فعلی حرف به زبان نیاوردن که ارتباط به خلافت حضرت علی کرم الله وجهه باشه. اما خیلی روایت ها داریم وقتی رسول الله مریض میشن میگن که ابوبکر جلو بشو، ابوبکر برو به محراب. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میدن که ابوبکر بره به محراب، حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه میفرماید یا رسول الله ابوبکر خیلی دل نرمی داره، خیلی دل نرمی داره، اگر به محراب بره و شمار نبینه شاید از گریه زیاد بالاخره نتونه نماز بخونه. باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید میکنن که ابوبکر برو به محراب. تا حتی در روایات میاره میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ابوبکر بره به محراب، خبر دادن حضرت عمر گفتن برو ای عمر نماز رو بخوان، پیش نمازی بده. حضرت عمر که به محراب میره، رسول الله از حجره چون مریض بودن نمیتوانستن بیرون بشن، صدای عمر که شنیدن پس صدا کردن گفتن عمر بیا کنار که ابوبکر بره به محراب. اما باز هم ما به این عقیده ایم که ابوبکر به عنوان خلیفه که شد از جانب خدا خلیفه نبود، از جانب پیامبر 100% ابوبکر خلیفه نبود،
بحث خلافت بحثی بود، مشوره کردن، اول ابوبکر صدیق، دوم حضرت عمر فاروق، سوم حضرت عثمان، چهارم حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت و بالاخره قرار گرفتن. پس بناهن این 6 نکته ارتباط به این که اهل سنت و جماعت امامت حضرت علی را در روز قدیر خم به این 6 دلیل رد کردن و قبول ندارند. در یکی از کتاب ها هم خوندم، یکی از دوستا یک کلیپی هم داد، یکی از علمای اهل تشیع، سبحان الله عجیبه، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و دست حضرت علی رو بالا کردن و بعد از او گفتن من کنت مولا فعلی مولاه، در اینجی شخصی به نام حارث ابن نیمان بیامد گفت یا رسول الله، گفتی خدا یکی قبول کردیم، گفتیم ما فرستاده اللهیم قبول کردیم، گفتی نماز بخوانیم قبول کردیم، گفتی زکات بدیم قبول کردیم، گفتی حج بریم قبول کردیم. حالا یک سوال دارم، آیا تعیینی که تو حضرت علی جانشین خود قرار میدی ای از جانب توست یا از جانب الله؟ این یکی از روحانیون اهل تشیع بیان میکنه و در یکی از کتاب ها که کتاب پیش من موجوده این بیان میشه، به همین ذکر میشه. بعداً رسول الله صلی الله علیه و گفتن که متوجه باش که من حضرت علی که دستی رو بالا کردم این جانشینی از جانب الله، یا الله گفته حضرت علی کرم الله وجهه تو به عنوان جانشین انتخاب کن. بعداً این شخص حارث ابن نیمان برمیگرده رو به طرف شطوری که داره روان میشه، همراه خود میگه، این نقل این روحانی میکنه، در کتابم ذکر میشه، میگه خدایا اگر این حق و از جانبتونه که بر ما سنگ بباران، اگر این حق و از جانبتونه پس بر ما عذاب نازل کن. در این کتاب میگه در او اسنا سنگی از آسمان آمد. ببینیم چقدر حرفای دروغ. سنگی از آسمان آمد و بعدن خورد به سر شخص حارث، این کشته شد. بعد از این که کشته شد آیه هم نازل شد، سأل سائل بعذاب واقع. وقتی آدم اینو بگه عوام خود زود باور میکنه، آیه رو میخونه دیگه. اما افسوس که قرآن رو نمیدانه. سأل سائلون از سوره های مکیه، در مکه مکرمه نازل شده. 10 سال قبل از قدیر خم این آیه نازل شده درباره مشرکین مکه. اینجا آمده این توجیه میکنه که بعدن که سنگ خورد او میگه سأل سائلون نازل شد. عجب، فکر میکنی که جزئیات قرآن رو که کسی نمیفهمی که بحث کلیه. سوره معارج از سوره های مکیه، نه سوره های مدنی. سوره که قبل از هجرت نازل شده، نه بعد از هجرت. ولی تو این موضوعی رو مطرح میکنی که چند وقت بعد رسول الله صلی الله علیه و دنیا رو ودا میکنن. پس به این عزیزان من باید ما متوجه باشیم. این هر کس یک عبارت عربی میخوانه یا آیه قرآن رو میخوانه تا حتی انیت توجیهات میشه، باید خیلی متوجه باشیم. امیدواریم که همه عزیزان وقتی چنین بحث ها مطرح میشه، خدای نخواسته چنین نشه که دست شیعه بر سر سنی بلند بشه و دست سنی بر سر شیعه. گفتگویه. اگر همین رسانه ها 2 شب یا 3 شب قبل همین موضوع مطرح نمی کردن، باور به خدا کنید قطعا و ابدا این موضوع ما مطرح نمی کردیم. اما چون مسئولیت داریم، رسانه های امروز اگر از اونا رو تبلیغ میکنه، الحمدلله والمنه، که خدا را هزاران بار شکر که رسانه ها به دسترس ما هم هست. الحمدلله قرآن و اسلام و دین را طوری که عقیده اهل سنت و جماعت هست به دنیا انشاءالله عرضه شده و عرضه بیشتر و بیشترتر خواهد شد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.